وزارت معارف و علم تاجیکستان رعایت نشدن استاندارد دولتی تحصیل را سبب بستن لیسه آقاخان در شهر خورق نامید. ضیاءالله عبدالله‌زاده معاون وزیر معارف روز 1 آگوست سال 2023 در نشست خبری این وزارت گفت یکی از سبب‌های اصلی دولتی کردن این مؤسسه تعلیمی بیرون از نقشه‌های تعلیمی عمل کردن مدیریت مکتب و معلمان لیسه آقاخان بود. به گفته عبدالله‌زاده نظام تحصیل در تاجیکستان را استاندارد دولتی تحصیلات معین و مقرر می‌کند، ولی به ادعای او از جانب معلمان لیسه آقاخان در بعضی ایالت‌ها طلبات استاندارد دولتی گویا صرف نظر شده است. نشاندادهای استاندارد دولتی تحصیلات از جانب معلمان این لیسه صرف نظر میشد، از جمله معلمان لیسه بیرون از نقشه‌های تعلیمی عمل میکردند. حتی زبان دولتی کمتر آموزانیده میشد و به زبانهای خارجی افضلیت میدادند. شرح داده است معاون وزیر معارف و علم. به گفته عبدالله‌زاده حتی بعضی از خط کنندگان این لیسه زبان دولتی را نمیدانستند. یک عامل مقدسی که برای هر یک صاحب وطن بسیار چیزی عزیز است، آموزش فن زبان دولتی متاسفانه در مؤسسه تعلیمی به آموزش دیگر فنها بسیارتر دقت داده. حتی گفتن ممکن که در بسیار ایالت‌ها خط کنندگان همین مؤسسه زبان دولتی را نمیدانستند، گفته ضیاءالله عبدالله‌زاده. اما آموزگاران سابق لیسه آقاخان و چندی از دستپروران آن به پایگاه خبری بامداد گفتند که این دعوای وزارت معارف اساس ندارد، چون که لیسه آقاخان به شاگردانش تمام دانش‌های معاصر از جمله زبان و ادبیات تاجیکی را می‌آموزاند و با صفت خیلی بهتر از اکثر مکتب‌های معمولی. آنها ادعای وزارت درباره در لیسه آقاخان صرف نظر شدن طلبات استاندارد دولتی تحصیلات را نیز رد می‌کنند. لیسه آقاخان در شهر خورق مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان در پایان ماه ایون سال 2023 به لیسه برای خوانندگان با استعداد تبدیل داده شد و به این ترتیب دولتی گردانیده شد. مقامات از همه آموزگاران لیسه آقاخان خواستند که ترک جای کار نکنند و در مکتب نو به کار خود ادامه دهند. همین طور به والدان و شاگردان این مکتب هم پیشنهاد کردند که فرزندان خود را از این لیسه نو نگیرند. لیسه آقاخان در طول سالها یکی از مؤسسه‌های اصم معتبر در بین مکتب‌های میانه در ولایت مختار کوهستان بدخشان و جمهوری به شمار می‌رفت و صدها تن از شاگردان آن به دانشگاه‌های معروف جهانی و منطقوی داخل شده توانستند متخصصان ورزیده در ساحه گوناگون شوند.